سلام و درود بی‌پایان به یک شما زبان آموزان، دانش آموزان گرامی. همه شما را به درس دوم از درس های کامپیوتری خوش آمدید و خیر مقدم میگیم. Зебо Юсупова, здравствуйте. Сегодня без опозданий. Здравствуйте, Зебо Юсупова. Прошу прощения за опоздание. باید ساعت 7 شروع میکردیم، قریب 20 دقیقه گذشت. بله 20 دقیقه گذشت. خب گفتیم درس کامپیوتر که یک نیم ساعت میشه، با خاطر کامپیوتر دیرتر سر کردیم که بعد از این باز مستقیما بریم به سوال جواب. به هر حال معذرت میخوایم برای دیر شروع کردن ما. یکم лайк, تشکر برای лайк. Спасибо за лайк. Как у вас дела? Как здоровье? Как поживаете? فیو سلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدین. اپای فیو چه حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ خب سیم لایک میگم فیو. تشکر برای لایک. سپاسگزاریم. زیبا یوسف و علیکم سلام. رسول لطیف به نام خداوند بخشاینده و به نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که ساز باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکر خدا خوبیم تنجیم. تشکر زیاد. خوش آمدین. فیو شکرانه خداوند سازین. فیو علیک بر سلام رسول. فیو معلم امروز درس روسی. امروز بازار نیست؟ امروز یک شنبه نیست؟ یا من خطا کردم؟ یک لحظه. امروز یک شنبه است به فکرم. یک شنبه است. بله یک شنبه درس کامپیوتر داشتیم. روز شنبه روسی بود، دی نبودن گذشت. خب چیزای مفید چهارم لایک. السلام علیکم. سازین خوبین همه کسا. اکای مصطفی چی حال دارین؟ شکر خدا خوبین تنجیم. شما نغزین سازین. و علیکم السلام. خوش آمدین. چیزای مفید. خب رسول لطیف پنجم لایک. تشکر برای لایک. فیو علیکم بر سلام. مفید سازی خوبی. رسول لطیف یک شنبه است. بله فیو بخشش من تلپوتیت کردم. خب هیچ گپ نداره. فقط با فکرم که در هشتگ ما در وقتی در ویدیو را چه میمونه هشتگ می نویسین که هشتگ همونجا زبان روسی ای کپی دیروزا آمدگی او را تغییر میتیم بعد از افیر. خب چیزهای مفید میگن که نه توغری امروز درس کامپیوتر. بله رسول لطیف علیکم سلام. سازین خوبه مفید میگن. چیزای مفید الحمدلله. ساز خوب رحمت شما. سازین خوبه نفر فیو. دست خودی با سلام علیکم السلام. فیو حاضی ساز شد. چسبیده است نه؟
خب فیو علیکم و سلام نصر خانجیبا فیو نه خب تاج بالجوان سلام علیکم دوستان اکرام و علیکم سلام تاج بالجوان خوش آمدین چیزهای مفید الحمدلله خصوص خوب رحمت شما چی حال دارید اکر رسول چیزهای مفید و علیکم سلام خوش آمدین فیو بالجوان فیو من نامی افیری امروزه رو در نظر دارم آه از این نظر بله نوع افیر امروزه کامپیوتر برای نویادگیران درس دوم نوشتهمش فقط همون هشتگش یعنی ریشوتکش بگیم هشتگ ای درسی دیروزه موندگی ای کپیه علی جان اولیم سلام علیکم سوزین خوبین همه کسا و علیکم سلام شکری خدا خوبیم تنجین شما نازین سوزین خوش آمدین خب یک لحظه تاج بالجوان میگن یک سوال داشتم که بفرمایین تاج بالجوان اگر دونیم میگیم خیلی میدونیم جواب میدیم اگر ندونیم میگیم مولی در اینجا نرسیده خب بفرمایین تاج بالجوان یکم چگر نوشتنی باشین نویسین ما درس آغاز میکنیم خب تاج بالجوان академия ютуб 10 соатм додак лекин ҷойи просмотрош ягон рақам зиёд намешавад лекин ростия ка намедонам ки сабабиш дар чӣ бошад ман рости просмотрша нигаҳ намекунам просмотр киҷо дорам менависанаш ман чиша нигаҳ мекунам соата нигаҳ мекунам гоҳ-гоҳ аймам қариб будшидеста яъне аввал будшид 4006 соата будшид як 5 эфири рамазонӣ доштем дар моҳи рамазон сабт кардам дар аввалои эфиро байдои кира монда будем сурудҳои моҳир заина ва самию юсуфа монда будем ки жалоб доштиянд ҳамон 5 эфира пок кардем ҳазфшон кардем удалил кардем ва ҳамон хотир соатҳо бо кам шуданд акнун роз як 20 соати дигар намерасад ҳамон шояд кам як 2-3 рӯзда буд шавада рисои микросим салом мегӯянд алайкум барсалом хуш омадед алиҷон олим дишаб эфири саволҷавоб чӣ ба нашид динашаб эфири саволҷавоб чӣ ба нашид дар канале ки алиҷон олим дила мо саволҷавоб надоштем рӯзӣ доштем гузарондемаш
савол ҷавоб имрӯзе дар канали Дастархони Зебо. Дастархони Зебо агар инҷа бошад чун метавонам ки ягон ссилкамонам бокун кунам. Таҷ Балҷон мегӯяд аз куҷо мефаҳмед ака жалоби эфира? Жалоби эфира ҳозир нишонтон медиҳам. хуб ин инҷа нигоҳ кунед, дидестен экрана Таҷ Балҷон. инҷа нигоҳ кунед видеоҳое ки хутон мепартоянд дар ин қатор бигем ки сабт мешаванд, яъне дар ҷои загрузки видео дар инҷа бигем ки сабт мешаванд ва ин ҷое ки сабз ҳастанд нигоҳ кунем, дидестен ҳамин ҷои сабза ҳамин барошда нет навиштагиай, нет. хуб параметри доступа ограничения дар ҳаминҷа нет навиштагиай. Агар кадомеш жалоб дошта бошад, пас ҳамунҷа нет наменависаду жалоба менависад. Жалоба менависад. хуб агар кадомеш дошта бошад, жалоба менависа, ҳамунҷа медароен, вай бо як ҷои дигар роитон мекунад, унҷа мерен, яъне дуруни ҳами ютуб дахудаш унҷа мерен, баъд дар унҷа ихтиёр мекунем. Мегӯям видеота кур мекунӣ, ё ҳамунҷаро қайчӣ мекунӣ, ё дар ҳамунҷа ютуб худаш ягон музикаи дига мемонӣ бе жалоба масалан. мо як бор бигем ки қатъаш кардем, биридемаш масалан, бози қайд зодем, гуфтем ягон мушкила нашавад, дигар ҳамон 5 видеоро 5 эфира комилан ҳамаша решаш курӯш кардем. ва дар ин ҷо агар эфир бикунем, транслясия навистагиа, дидаста бошед агар транслясия. ана ҳамин ҷои транслясия зер мекунем, транслясия. ина ҳозир ҳамин эфир транслясия рафтеста. дар ҳамин ҷамъ агар ягон суруда монед, ягон чӣ монед, дар ҳамин ҷои нет низ менависанд ки жалоба. инашам ба мисли ҳамонаш пок мекунем. агар тариқаи поккунишу тариқаи ягон чизаш нофаҳмо бошад, канали апаи Шаҳлои Наҷмиддин дароен ба пуррагӣ мефаҳмонад, яъне ҳастай, мегӯем ки видеоҳошон ҳастай ки ба пуррагӣ мефаҳмонад. алиҷон олим русида будам, ман хиёлам дина шаб мешид, ман то соати 12 интизор шудам, нашид. бахшиши зиёд алиҷон олим ва фикрам модар ҳастен, агар хато накунем гуфта будем. хеле маъзарат мехоҳем барои интизорӣ кашидантон. агар хато накунем, эълон карда будем ки рӯзи якшанбе аст савол-ҷавоб ва боз гуфта будем ки аз канали Хидмонеса, канали Дастархони Зебо аст. Балҷувон фаҳмо ака раҳмат. хуб ман ҳамин қадр мефаҳмам Балҷувон, теҷи Балҷувон ҳамин қадр мефаҳмам. агар пурратар бихоҳед дар бораи ютуб фаҳмидан, аз канали Апаи Шаҳло хубтар мефаҳмед. мо ака сарукормон ба ҳамин забонҳо камтарак. феё алиҷон имрӯз баъди эфири муаллим соати 8 саволу ҷавоб дар канали Дастархони Зебо мешуд. бале, соати 8 25 дақиқа баъд дар канали Дастархони Зебо иншоаллоҳ. хуб дӯстони гиромӣ, дарси гузашта дар бораи он гирифта будем ки барномаи Word-ро чӣ гуна мешикоем, чӣ гуна аз тариқи тугмачаи старт мекушоем ё чӣ гуна аз тариқи рӯи экран ё ки мизи корӣ мекушоем. яъне дар кушоданаш мо дигар ягон мушкил надорем. ва дар бораи гузоштан, яъне паст гирифта будем, буридан, яъне кат гирифта будем, формат гузоштан гирифта будем. имрӯз дар бораи чӣ гуна тағйирот даровардан дар хат мегирем. хуб, яъне ин шояд якам камтар бошад, зиёдтараш кунем. масалан hello
خب این با خاطر نوشتم که بعضی از فунکسیاهای همین ورد در زبان تاجیکی کار نمیکنن، در حرفهای تاجیکی کار نمیکنن. و همون خاطر با حرفهای انگلیسی آوردیم. خب برادر برهان فوندن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز موفقیت خواهیم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر برهانوف. خب اینجا رو درسی گذشته گفته بودیم که برای تغییر دادن شکل خط است. اگر در خاطر داشته باشید اینجا شاید زیاده از 100-200 نمودی خط باشه، یعنی چگونه که در روی اکران تغییر یافته شکل نوشت خط، اینها شکل نوشت خط ما و شما را تغییر میدهند. مثلا برای یگان اعلان نوشتن میتوانیم از اعلانی که عنوان یگان اعلان باشد میتوانیم از این خیلی استفاده کنیم، یا یگان چیزی که برای دستنویس باشد میتوانیم که این خیلی استفاده کنیم. یگان کسی مثلا خط نوشتن نمیتونیم به شکل دستنویس بنویسیم و روان کنیم. خب این خیلی که میبینید در اکران باز به شکل این. خب قصه کوتاه همین ها همش در باره شکل نوشت خط هستند. خب اکنون اینجا مثلا ما میخوایم که یکم خط رو سیاه تر کنیم برای نشان دادن مردم. رئیسوی میکرسیم سوال جواب که میشود آدم های چت کوبگر ساعت 8 بعد از نیم ساعت تقریبا. خب این حرف بی که می دیدست اینجا بی نام در اکران نمایان هست نیست. خوب یا اون که اگر پلانشت یا که کامپیوتر تماشا داشته باشد نمایان می شود. اینجا به زبان انگلیسی آورده شدن اینها، اما در زبان هیچ فرقی ندارد، خو روسی باشن خو انگلیسی باشن همین شکلی که در همین ورد میبینین همین شکل است، فقط کلمه ها فرق میکنه تمام. خب این چیزی که آی یک پهلو است، این مثلا وقتی زیر میکنیم این رو یک پهلو میکنه. خب اگر بخوایم که یگان گپی مهم باشد که مثلا در زیر اون خط بکشیم، مثلا کلمه friends میخوایم که خط بکشیم در زیرش، از این تگمچه استفاده میکنیم، از تگمچه یو استفاده میکنیم، در زیر همون کلمه خط میکشیم. خب و اینجا یک چند نمود خط ها وجود دارند. مثلا ما میخوایم خط مابین رو از این خط استفاده کنیم، خط یعنی خدچه بگیم در نمایان هست نیست در خب بله نمایان شده است. از این میتوانیم استفاده کنیم و اینجا چند نمود خط ها هستند. و اگر باز بخوایم که خط هایی که در اینجا نیستن ما میخوایم اونها رو ببینیم، از این تگمچه استفاده میکنیم. اینجا باز یک چند نمود خط برای ما پیشنهاد میکند. دیده است باشین اگر اینجا یک چند نمود خط برای ما و شما پیشنهاد میکند. خب اگر بخوایم که یگان کلمه را خط بزنیم، خب مثلا یگان نامه است، یگان مقاله است، یک نفر برای ما و شما روان کرد، میخوایم که اون رو تصحیح کنیم، درست کنیم، از نظر بگذرونیم و جاهایی که نادرست هستند یا که جاهایی که به نظر ما نیاز به تغییر دارن، نیاز به اصلاح دارن، پس می نویسیم که مثلا از این تگمچه استفاده میکنیم A, B, C و خط زدگی است تگمچه. خب
دیدستیم از این استفاده میکنیم. معلوم میشد که همین خط مثلا همین کلمه یعنی نادرست نوشتگی است یا که نادرست آورده است از روی یا از روی گراماتیک یا که از روی معنا. یعنی از این خط میتونیم استفاده کنیم. یعنی خیلی خب برای بعضی از فرمولاهای شیمیایی مثلا بعضی کلمه های هستند که معلوماتی خوب نداریم در ساحه شیمیا، اما فرمولای آب با فکرم که همیشه نوشته می شود. اگر خطا کنیم یا اون کس خبر ممکنه H2O است. اگر خطا نکنیم همیشه است H2O. اما همین دوی که دیدستیم همین در فرمول شیمیایی در زیر نوشته می شود. یعنی همین در قریب پایانی حرف N نوشته می شود. برای فرمولا از این تکمچه استفاده میکنیم. البته از تلفن وقتی کسی از تلفن تماشا کنه باشه شاید که نبیند. از یک لحظه کو برای نمایان است. تمام نمایان هست. خب از این تکمچه استفاده میکنیم نیا کنیم چی میشود. یعنی این خیلی شد. خب از این رب مبایم بیاریم کمتر کلام کنیم. این همه خیلی. خب اگر این تکمچه را بگیریم پس این خیلی میشود. یعنی برای فرمولاهای شیمیایی شاید نمیدونم فرمولاهای فیزیکی هم شاید باشه، نمیدونم راستی در یادم نیست. یعنی برای فرمولا از این تکمچه استفاده میکنیم در زیر می نویسیم در پایانی قسم پایانی می نویسیم. خب باز چی اگر فرمولای باشد که نیاز به بالا نوشتن باشه، یعنی از باز نیا کنیم رقم 2 در زیر هست. اکنون ما کلمه داریم یا فرمولای داریم که نیاز به بالا نوشتن باشد. پس می رویم تکمچه که در بر اون هست، یعنی x هست و 2 در بالا هست. اگر با کامپیوتر تماشا کنیسته باشه این خوشتون نمایان است. خب این را زیر میکنیم پس می رود بالا چونه که الحال دیده استیم. خب فاروقشاه علیکم بر سلام، خوش آمدین برادر فاروقشاه. اوچای لولا خوش آمدین. خیش اپا خوش آمدین. علیکم بر سلام. فرهاد تجه سلام. اکا 12 لایک تشکر زیاد. فرهاد تجه خوش آمدین. اوچای لولا 11 لایک تشکر برای لایکتون. بهادر تیوی سلام به شما نیز خوش آمدین. غریبی 2020 سلام خیلی و علیکم سلام، شکری خدا خوبیم تنجیم خوش آمدین. نام کامپیوتر چیه؟ HP کوریای 5 اینتل چیزش چی میگنش؟ غریبی 2020 لوس اینومی کامپیوتر لوس یعنی نفهمیدم لوس چخیل. فرهاد تجه چی حال داره دکتر؟ شکری خدا خوبیم تنجیم. شما نازنه سوزن سوز اینومی کامپیوتر. سوز اینومی کامپیوتر یعنی منظورتون نفهمیدم راستی. غریبی 2020 به هر حال ما درسی چی داریم؟ وارد داریم، درس های کامپیوتری داریم. فاروقشاه ادمین واتساپ تا اسمس کن نمرات نویس. برادر فاروقشاه همون اینستاگرام در نویسین خوب میشود، برای که یک بار همی رقم ها را دادیم در وقتی افرکنی زنگ میزنن، خصوصا در ایمو بیشتر زنگ میزنن و وقتی رقم ها را عوض کردیم
یعنی خوب میشه که در اینستاگرام نویسین. همون اینستاگرام هم برای زنگزنی هم میشه، هم آواز روی کدام میشه، هم خط مثل واتساپ است. خب تا اینجا آمدیم، یعنی H2O یعنی گفتیم H2O. خب اکنون میگذاریم به این نوشتجات. اکنون آن چیزی که در این نوشتجات ما و شما مانیتا گیرون کرد، یعنی مانیتا چیه نفهمیدم. سوالای گیزاله دادستی غریبی بیست. خب این آن چیزی که در اینجا آمد، اینها رو همشه بگیم که برهم میدهیم. مثلا بعضی کلمه ها خط زدگی است، اونها رو میگیریم. بعضی هاشون در میانشون خط زدگی، اونها رو میگیریم. بعضیشون سیاه است، اون سیاه ها رو میگیریم. یعنی به شکل اوله برمیگردونیم اونها رو. خب کی باشد؟ وقتی به شکل اوله برگردوندیم، میگم ضعفکار روی کردیم. نه ولی روی نکردیم. چیه اینستاگرام نویس نام دنیای زبان ها. هم اینستاگرام دا دنیای زبان ها نویسین میبروید. دنیای زبان ها. من نتیجه چه میگه که نه روی نکردیم. ولی ساعت همون هم 20 ساعت مونده، اونی که ولی روی کردن نیستیم. ولی کمتر میگیم دم بگیریم. خب اکنون نگاه کنیم، اینجا یک بخشی هست که بخش خیلی مهم است. مثلا وقتی نگاه کنیم جمله موندگیم، شاید در بعض جا ما حرفا رو مثلا با حرف مایده نوشتگیم. اول جمله را نگاه کنیم، مثلا با حرف مایده نوشتگیم و در اخیر اومدیم دیدیم که اوه حرف مایده خیلی نوشتگیم. پس برمیگردیم از همین جا. شاید که چند جمله نوشته باشیم، شاید 10 ورق باشد، 20 ورق باشد. فقط از همین تگمچه میتونیم که درایم نگاه کنیم. خب این خیلی گفتیم با زبان انگلیسی است. شما میتونید از زبان روسی هم همین خیلی است، فقط نوشتجاتش فرق میکنه. sentence case یعنی حالت جمله و حالت جمله برمیگردوند. نگاه کنیم وقتی زیر کردیم الکی جمله ها رو خودش با حرف کلان آغاز کرد، با حرف کلان شروع کرد. فرهاد تجای میگن پادپیچکو رو محکم کردن. راستی درس گذشته گفته بودم، یعنی اما 1012 و 1015 و 1016 میبروین دیگر. وقتی که میبینی که پس شده هستن فراموده هستن، یک کم بهش بگیم که رو 70 میشه یا یک کم بهش تاثیر میرسونه. با همین خاطر گفتم دیگه یک چند باشه توکلش باختم نگهشون نمیکنیم دیگه. چند باشه قبولشون داریم. با فیلم یک 1012 یا 1013 بود وقتی محکم کردم. ایما شگی سیم رفتسته جوابش نامده. فهمو رئیسوی میکراسیم از فیجی تلابیوره چوکده از فیجی تلابیوره. غریبی 20 فاروقشو مگن چند دلار کن کردی. فاروقشو خودش خیلی کانال هیچی خوب رفته است انشالله. خب در کجا آمدیم؟ درباره کلمه ها گفتیم، جمله ها گفتیم. اکنون اگر ما بخوایم که همه اشون حرف مایده باشن، یعنی یگان کلمه برای ما مهم نیست که اول جمله است آخر جمله است، پس از دوم واریانت انتخاب میکنیم، یعنی lower case از دوم انتخاب میکنیم. همه‌اش رو با حرف مایده مینویسه. دیگر برای او فرق نداره جمله هست، عباره هست، متن است، کتاب هست، مقاله است، فرق ندارد. البته این کم به کار میرود. خب اینجا یک چیز دیگه است که زیاد شاید که به کار برود برای خواستن اعلان نوشتن. upper case یعنی با حرف کلان همشه نوشتن. یا کنیم در این شکل می نویسه شون. این خیلی خب قسمی چهارمش capitalize each word. میگه هر کلمه رو راضی کنیم اینجا
ҳар калима бо ҳарфи майда оғоз ёфта аст. Агар мо аз ин интихоб кунем capitalize each word, яъне ҳар як калимаро бо ҳарфи калон навиштан. Нигоҳ кунем. Hello my dear friends, welcome to my channel, I am from Tajikistan. яъне ҳар як калима бо ҳарфи калон оғоз шудааст. خب این واریانت گاهی با کار می‌رود به مثل مثلا دست‌نویس می‌نویسیم ایالات متحده آمریکا، بعد همین را انتخاب می‌کنیم، حرفای اولی هر کلمه را کلان می‌کنند، یعنی ای ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا، یعنی ای ا. خب اما انا این دیگریش توگل کیس شکل اولش چه خیلی باشد برعکسی وای میگرداند. مثلا نگاه کنیم، اگر این رو انتخاب کنیم حاضر هر کلمه با حرف کلان آغاز یافته است. این رو انتخاب کنیم هر کلمه با حرف مایده است، باقی موندهش با حرف کلان است. لیستیم نه. اما اگر رویم باز همین رو انتخاب کنیم، باز نگاه کنیم که اول کلمه ها با حرف مایده هستند، باقی موندهش با حرف کلان. اگر باز همین رو انتخاب کنیم برمیگردد اولی کلمه رو کلان میکند، باقی مونده را مایده میکند. نگاه کنید اینا. خب بار دیگر همه کسا خوش آمدین. تشکر برای اشتراکتون. 5 دقیقه دیگه‌مون 7 دقیقه دیگه‌مون درسه. 7 دقیقه پس درس به انجام میرسد و برنامه سوال جواب آغاز می‌یابد. خب تا اینجا آمدیم. اینجا برای جمله ها را ترتیب دادن، کلان کردن، مایده کردن، یعنی خوب فهمیدیمش. اکنون برگی وای که برای رنگ کردن است، یعنی زیر متن رو یا زیر جمله را بگیم که رنگ میکنیم. اگر دیده باشین، اهمیت داده باشین، بعضی دانشجویان وقتی کتاب ها را مطالعه میکنن کلمه جمله های مهم رو یا که همون پاراگراف مهم رو، متن های مهم رو با یک نمود قلمی است رنگ فلماستر یعنی رنگ میکنن برای که بدونیم که کجای همین کتاب مهم است. بنابراین این در کدام صورت به کار می رود؟ مثلا ما یک مقاله داریم یا یک کتاب داریم در شکل ورد نوشته شده است، اون رو مطالعه میکنیم و هر جایی که در کار است برای ما همین خیلی رنگی زرد میکنیم یا هر رنگی که برای ما پسند باشد. برای چی؟ برای که وقتی که خواستیم یک بار دیگه کتاب مطالعه کنیم ما میفهمیم که کجای همین کتاب برای ما مهم است، کجاش در کاری است. میرویم همون جای در کاری را چیکار میکنیم؟ مطالعه میکنیم. یا برای دیگر کارها نیز استفاده میشود، یعنی یک نفر شاید یک مقاله را برای شما روی میکنه، یک مقاله را شما خودتون میخواین که تصحیح کنین، از نظر بگذارونین، با همین رنگ میکنین میرین تا جایی که از نظر گذراندین، تا همونجا توقف میکنین، کامپیوتر رو خاموش میکنین، باز که اومدین میفهمین که تا کجا رفته رسیدین. و این برگش یعنی تگمچه اتوماتیک این برای رنگ کردن است، یعنی اینجا اتوماتیک نوشته است، یعنی اتوماتیکی رنگ کردن است. یعنی رنگ کردن چی؟ رنگ کردن کلمه ها، جمله ها. نگاه کنیم جمله ها، کلمه ها، اینا کدام رنگی که برای ما مناسب باشد همون را میگیریم. اگر این رنگ ها برای ما مناسب نباشد، معقول نباشد، more colors میریم، یعنی باز رنگ های علاوه انتخاب میکنیم. ببینیم اینجا چند رنگ است، از اینها میتونیم استفاده کنیم. خب اینجا خب صدبرگ میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام، خوش آمدین صدبرگ بانو. اوچای لولا میگن چی به فرمولای آب در اکران؟ این فرمولای آب به خاطر آوردیم که از این تگمچه میتونیم استفاده کنیم.
نگاه کنیم اگر این تکمچه را زیر کردیم، یعنی اگر ما بخوایم یگان فرمول شیمیایی رو نویسیم، پس حرف رو می نویسیم، رقم رو می نویسیم و از همین تکمچه میتونیم که استفاده کنیم. نگاه کنیم برای فرمول نویسی اینجا مثلا این خیلی. خب تا اینجا آمدیم. پس اینجاش برای چی است؟ رقم ها رو کلان کردن، معذرت حرف ها رو کلان کردن، جمله ها رو کلان نشان دادن. در اینجا تا 72 است. 72 از 72 زیاد اگر بخواهیم پس در اینجا باید که خود ما نویسیم مثلا 120 اینا، خب 100 اینا، 50 اینا، یعنی اون حجمی که ما و شما خودمون میخواهیم همون رو می نویسیم و این کلان در اینجا میبینیم این اتوماتیکی به سینی بالا میرود، یعنی دیگر ما رقم رو نمی نویسیم و خودش بالا رفتن میگیرد. 180 200 خب 300 350 400 خب 500 همین خیلی رفتن میگیره. خب این برگیش ای خورد این حرف رو کوچک میکند، حرف رو میده نشون میده، یعنی برای خرد کردن، میده کردن. خب چگونه که دیدیم. خب این برگیش که رنگی بگیم که خط کرکنک بوری است، نویسنده است clear formatting، یعنی پاک کردنی اون چیزی که در اینجا گذشت، یعنی اصلی متن نو فرمتش. فرمت گفتن همون ما رنگ کردیم، حفظ کردیم، بادی کردیم، چیکاری که انجام دادیم در همین متن وقتی همین را زیر میکنیم با شکل اوله برمیگردد. شکل اوله چی است؟ شکل اوله وقتی که برنامه ورد رو یکم میکشویم، وقتی می نویسیم از روی رقم 11 می نویسیم، از روی حجم 11 می نویسیم. خب دوستان گرامی در همینجا ما از صندوق فونت یا که قوطی فونت بگیم چارکنجه فونت تمام کردیم. فونت تمام کردیم و در درس آینده شاید درباره ترتیب دادن این متن و صحبت کنیم. خب یگان سوال و پیشنهاد باشن میتونین سوال و پیشنهاد دهین، اگر نباشد خب افیر امروزه با پایان رسید. تشکر از یکی شما. دلشاد جان میگن السلام علیکم. و علیکم السلام، خوش اومدین دلشاد جان. خب اینجا کامنتاری زیاد است، اگر این را بخونیم ای ساعت 8 میگذره. چیز وقتی سوال جواب میگذره میره به همون خاطر خب بهادر تیوی گفتن دیر چی میشه؟ دیر عزیز میشود، عزیز گرامی، عزیز گرامی. خب اوچار میگه شما چی در ساعت نوشته؟ منم حیران شدم راستی اینجا هم ما ساعت نوشته 19:57 19:57 19:58 چیزای مفید ساعت 8 نوشتن، ریسین ساعت 8 نوشتن. نفهمیدم راستی برای چی ساعت نوشتن، یا که برای سوال جواب باشه. خیر برای سوال جواب باشه دیگر از این پس کوشش میکنم که افیری حاضره و بالم عقلی بره. خب در اینجا خیلی خوش میکنیم دوستان گرامی. ساعت در ما 8:01 است. البته در اینجا رسم در زیر آمده است، یعنی ساعت 8:01 خیلی خوش میکنیم و در برنامه سوال جواب قسم دوم باز وا میخوریم.
سوال جواب در همین کانال رفتم بگیرم خیلی، یعنی در کانال خودمون گیرونش کنیم، فقط در کانال دسترخوان باشد. نظر شما چی است؟ معلم مفید با گپشون گرفته که خوراوی نروند. فهمو. تشکر. تمام خیلی باشد، افلا قطع کردیم، میریم با کانالی دسترخوان زیبا. خب خدا نگهدار.